مولانا یه داستانی داره، میگه یه خره دعا میکرده صاحبش بمیره. خدا صداشو شنید، گفت خره دعا نکن صاحبت بمیره، دعا کن تو دیگه خر نباشی. حکایت داستان زندگی ما آدماست. خیلی اوقات داریم دعا میکنیم که موقعیت های اطرافمون رو تغییر بدیم، شهرمون رو عوض کنیم، کشورمون رو عوض کنیم، شرایط رو تغییر بدیم که شاید من اینطوری خوشحال تر باشم، شاید اینطوری حال من بهتر باشه. ولی به جای اینکه بیاین دعا کنیم که موقعیت ها رو تغییر بدیم، بیاین دعا کنیم که از درون تغییر بکنیم، از درون حالمون رو خوب بکنیم، از درون آدم قدرتمندی باشیم تا به وسیله این ماجرا زندگی بی‌نظیری برای خودمون درست کنیم.